السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت با شما. من دو سوال دارم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه. چی معنا دارد؟ این از آیت فجر هست. ما و شما در حالت دوره کردن مرده ها میخوانیم یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام گرنده، ای نفسی که شما با قضای خدای خود راضی هستید، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رو به نزد پروردگارت در حالتی که خدا از تو راضی است و تو از خدای خود خوشنود هستی. فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه، داخل شو در گروه صالحان و داخل شو در جنت پروردگار. این معناش همین است. میگویند آدمانی که از پشت صورت روز قیامت عذاب میکشند، کسی صورت مرده را نگاه کند همان وقت مرده را عذاب میدهند. برای همین پیش از مردن صورت را بسوزانید. راست است. خدا باز هم به شما علم و دانشی زیاد عطا کند. البته حق گفتن کسی گفتن صورت گرفتن در اسلام ما و شما اگر بی عذر باشد ما و شما را گناهکار میسازد. ما و شما نه صورت میگیریم نه صورت میکشیم. صورت هایی که لازم است برای پاسپورت لازم است، برای یگان اراده سفر داری مرحمت صورت گیر، لیکن بیهوده صورت نگیر، بیهوده صورتی تر نکشن که در اصل هرگاهی که به صورتی تو نگاه میکنن تو را خداوند عذاب میدهد. امروز متاسفانه خانه همه مسلمان ها پر از صورت است، علل خصوص در همین قشلاق ها اینقدر صورت زیاد جمع شدگی است. بالای همون جیودانی که دارن گردابگیر همه پر از صورت است. و در خانه مردم شهر باشد حمام خانه هاشون پر از دخترهای فاحشه صورت ها در همون حمام خانه و واردای خانه و همون اکتیارهای بدبخت بیدین خدازده که در دنیا هستن همونا در خانه ما و شما زدگی هستند که اونا به خون هزارها مسلمان تشنه هستند. شما بالای سرشون کردید. اونا خود کم کثافت بودن که باز در خانه خود جاشون کردین. یگان ملائکه رحمت خانه شما نمیدروید. نگذارین در خانهاتون صورت وره. مرحمت صورت کعبه است، صورت یک منظره است. یک منظره را بیارین کشف کنید.